جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی کشوری پیشاهنگ و تشبثکار در سمت پیشگیری از پیامدهای تغییریابی اقلیم به منبعهای آبی و مشکلی نارسایی آن اعتراف گردیده با پیشنهادات مشخص خویش توجه جامعه جهانی را به این سمت بیشتر جلب می سازد. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که تشبث چهارم تاجیکستان است، تطبیق آن در عرصه جهانی ادامه دارد. ماه ایونی سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند اوید به این 10 ساله برگزار می گردد که در آن اشتراک کارشناسان و نمایندگان از کشورهای و سازمانهای گوناگون منطقوی و بین المللی در نظر است. شرح موضوع در گزارش سفرخوجه رضازاده. دوشنبه پایتخت تاجیکستان شهر است که در آن بارها در دایره همایش‌های سطح بلند راه‌های پیشگیری از روند تغییریابی اقلیم و تاثیر آن بر منبع‌های آبی گشلس جامعه بین المللی کرده می شود. کارشناسان بر آن نظرند که برگزاری کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 قدمی مهم در سمت پیشگیری از این مشکل عمده جهانی خواهد بود. کنفرانس دوم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 ماه ایونی سال 2022 تحت عنوان تکان بخشیدن به عملها و شریکی در ساحه آب در سطح‌های محلی، ملی، منطقوی و جهانی برگزار می‌گردد. با مقصد در سطح بلند تشکیل جریان گرفتن این چهاربینی سطح بلند کارهای آمادگی در اساس نقشه ادامه دارد. با اطلاع مسئولان برای در سطح بلند برگزار نمودن این کنفرانس نقشه چهاربینی‌ها تهیه گردیده، جهت اجرای بندهای دخلدار آن کاتبات کنفرانس تأسیس یافته در بینای وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان فعالیت دارد. همزمان به سران دولت و حکومت‌های خارجی، راهبران و نمایندگان سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین المللی و کارشناسان بین المللی دعوتنامه‌ها فرستاده شده است. برای شناسایی بیشتر با رفت برگزاری چهاربینی، همزمان سامانه رسمی کنفرانس در شبکه اینترنت فعال بوده، صفحه‌های کنفرانس در یک قطار شبکه‌های اجتماعی بازگردیده است. در کنفرانس دوم سطح بلند برگزاری پنل‌ها طبق سه سمت علاهیده گروه بندی شده با موضوعهای گوناگون طبق سه چنک رشد استوار با در نظر داشت دوره پس از بحرانی همگیری کووید 19، همچنین یک گروه علاهیده پنل های اینتراکتیوی و در مجموع 12 پنل در نظر است. در دوره کنفرانس 6 فورم از جمله فورم منطقوی با توجه به آسیای مرکزی، فورم آب برای زنان، فورم آب برای کودکان و جوانان، فورم آب برای جماعت‌های محلی مردم تهجایی، فورم آب و کوهستان به خاطر رشد استوار و فورم آب با اشتراک بخش خصوصی، اینچنین فستیوال آب در باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه گذرانیده می شود. در حالی که کارشناسان مسائل اکولوژی در سالهای آینده با سبب تغییریابی اقلیم از مواجه گردیدن میلیون ها نفر به نارسایی آب آشامیدنی و پالیزی حرف میزنند، تشکیل و برگزاری این گونه همایش‌های سطح بلند با اقدام جمهوری تاجیکستان به منفعت کل جامعه جهانی بوده برای پیشگیری از این روند مساعدت زیاد میکند. از این رو به اندیشه متخصصان و اقلیم شناسان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برای حل مسائل عمده در این سمت مهم و پرارزش می باشد. 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 تشبث چهارم کشور ما با راهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در این سمت بوده تجربه سه تشبث قبلی دولت تاجیکستان راههای سودمند و ثمره بخش دریافت راه و اصولهای پیشگیری از روند تغییریابی اقلیم به منبعهای آبی و حل مشکل دسترسی ساکنان سیاره به آب تازه آشامیدنی را برای جامعه جهانی معین و مشخص نموده است. در ناحیه 5 ولایت ختلان جهت پیشگیری از خفت هر گونه حادثه های فوق‌العاده و طبیعی از جمله آمدن سیل و باران های شدتناک با اشتراک مسئولان کمیته حالت های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه برگزار گردید. در اساس نقشه چهاربینی‌های کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی در طلوع مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 5 ولایت ختلان با اشتراک مسئولین ناحیه، معاون سردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی در ولایت ختلان، همزمان کمیسیون مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه اوید به حالت‌های فوق‌العاده جلسه برگزار گردید. برآمد کنندگان در
иброз доштанд ки комиссияи ҳолатҳои фавқулода ҳуқуқ خود در اساس نظامنامه تصدیق شده باید سری وقت اجرا کند زیرا حفظ اهالی در حالت‌های فوق‌العاده ضرور میباشد. معلوم است که در ناحیه موضع‌های آسیب‌پذیر و راه دادن آفت‌های طبیعی از آن جمله آمدن سیل، باریدن باران‌های شدتناک، خنبیدن یخ در منطقه‌های نزدیک‌کوهی، ویران کردن ساحل‌های دریا هنگام آبخیزی، به عمل آمدن سوختار، زمین جنبی و غیره همیشه در نظر داشته شده است. мақсади гузарониндани ин ҷаласаи комиссия ин пешгирӣ намудани офатҳои табиӣ, ҳар гуна офатҳои табиӣ ва эмин нигаҳ доштани аҳолӣ аз ҳолатҳои фавқулода мебошад. از این رو کمیسیا اوید به حالت‌های فوق‌العاده ضرور می‌شمارد که در اساس سیاست یگانه دولتی در ساحه حفظ اهالی، استواری انشاءات اقتصادی، تیار بودن به عملیات‌های فوری و همزمان ثمرناک در حالت‌های فوق‌العاده عمل کرده توانند. کمیسیا و اعضایان آن فعالیت خود را با گروه‌های زیرنظامی ستاد ناحیوی هماهنگ ساخته در عملی‌سازی چاره‌بینی‌های تشکیلی و مهندسی و تکنیکی اوید به پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده، تامین استواری و بهتری انشاءات خطرناک موجوده پیوسته سهم خود را گذاشته توانند. عبدالرحمن عزتمند از ناحیه 5 برای خبر. در موضع چیل دختران برای قبول سیاحان داخلی و خارجی بعد از بنیاد انفراساختاری ضروری امکانات وسیع گردیده شرایط باز هم مساعد خدمترسانی فراهم آورده می شود. در مرحله دوم روند کارهای سازندگی و بنیادکاری ساختمانی انشاءات خدمترسانی با طرح و نمای معاصر به راه مانده شده است که برای جلب هرچی بیشتری سیاحان مساعدت خواهد کرد. طبیعت و منظره‌های زیبای و دلفریب، اقلیم مساعد و موضع‌های تاریخی ناحیه مومن‌آباد بخصوص چیل دختران امکان فراهم می‌آورد که ساحه سیاحی همچون بخش سودآور اقتصاد ملی رشد و انکشاف کند. چیل دختران همچون یادگاری بی‌نظیر طبیعی با طبیعت نوتکرار، کوه‌های سر به فلک کشیده، دره‌های خوشباد و هوا، جنگلزار سردال و درخت و آب مصفای رود و چشمه‌ها توجه هزاران نفر سیاحان داخلی و خارجی را جلب کرده است. این موضع در همه فصل‌های سال خاصه این شب روزهای فصل بهار زیبایی نوتکرار داشته قلب هر یک بیننده را آفریده‌های طبیعی و منظره‌های دلربایش تسخیر می‌سازد. برای فراهم آوردن شرایط ارزنده جهت قبول سیاحان در موضع چیل دختران انفراساختور ضروری بنیاد کرده شده است که دارای امکانات وسیع استراحت و فراغت است. از تماشاگاه نوبنیاد که در بلندی موقع گرفته است طبیعت دلفریب موضع چیل دختران به نظر نمایان است. انشاءات زمانوی مذکور با نقش و نگار آرایفته نخست از صنعت بلند معماری ملی و ذوق زیبایی پرستی مردم تمدن‌آفرمان شهادت می‌دهد. برای دیدن این همه زیبایی‌های طبیعت نوتکرار موضع چیل دختران در اینجا شرایط ارزنده خدمترسانی فراهم آورده شده است. طی 3 سال اخیر در برابر بنیاد راه و پل‌های اتومبیلگرد انشاءات معاصر خدمترسانی برای قبول سیاحان در موضع چیل دختران بنیاد گردیده است. مهمانخانه مجموعه سیاحی چیل دختران با طرح و نمای معاصر و معماری ملی که از 5 آشیانه عبارت است برای در یک وقت قبول زیاده از 100 نفر پیش بینی شده است. مهمانخانه مجموعه سیاحی چیل دختران دارای شرایط سطح بلند خدمترسانی مطابق با زمان معاصر و مهمان نوازی ملی بوده. قبل از همه صنعت نوتکرار کنده‌کاری، گچکاری، نقش و نگار خاص و آرایشات مخصوص درآمدگاه و تالار بر هوای آن دقت جلب کننده و دلفریب است. حجره‌های درجه اعلی تالارها برای گذراندن چاره‌بینی‌های فرهنگی با میز و کرسی‌های براحت و دیگر امکانات فراخ خدمترسانی برای سیاحان داخلی و خارجی مهیا کرده شده است. همزمان طربخانه زمانوی گرمابه با حوض شناوری، تالار ورزشی و دیگر انشاءات یورورسان در مهمانخانه چیل دختران با سطح بلند خدمترسانی آماده قبول سیاحان میباشد. مهمانخانه در یک موضع بس و زیبای چیل دختران جایگیر است که از شفت آن آب مصفای چشمه‌ها گذشته منظرهای دلفریبش بر علا به نظر می رسد. در صحن و اطراف بینای مهمانخانه گل و بوته‌ها و نهال درختان آرایشی شناخته شده. باغ اینتنسیوی درختان سیب غرق گل که گواه حاصل بلند آن است زیبایی خاص به این موضع ضم نموده است. با دستور پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان مأموریت شرکت مهمانخانه و مرکزهای خدمترسانی چیل دختران در مرحله دوم برای باز هم فراهم آوردن شرایط ارزنده خدمترسانی در صحن و اطراف آن در خطر بنیاد صحبت کرده
пиёдаҳо инчунин сохтмони маркази хизматрасонӣ бо шаршараю фаввораҳоро бо усули хоси меъмории миллӣ бароҳ мондааст ки рӯзҳои наздик мавриди истифода қарор дода мешавад. хонаҳои ба урфу одат ва анъанаҳои хоси мардуми фарҳангофару кӯҳантамаддунамон дар шафати меҳмонхона бунёд гардида низ аз шумори инфраструктури диққатҷалбкунандаи сайёҳӣ аст ки чунин шароит дар иншооти дигари соҳа назир надорад. дар як мавзеи чилдухтарон ки садсолаҳо бекор хобидаву санглох буд бо заҳмати шабонарӯзӣ бунёди боғҳои интенсивии дарахтони себ бароҳ монда шудааст ки иқлимаш барои гирифтани ҳосили фаровон ва рушди соҳа мувофиқ аст. дар майдони бештар аз 5 гектар баробари бунёди боғи нави интенсивӣ инчунин дигар ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла ноку олу, чормағз, хуҷ ва себ шинонида шудааст. дар мавзеи чилдухтарон ки дараҳои васеъ, ҷангалзори анбӯҳи дарахтони гуногун ва кӯҳҳои барпӯш мавҷуд аст, ташкили хатсайрҳои сайёҳии нав аз ҷумла сайёҳии кӯҳнавардию экологӣ ба манфиат буда, маҳз ба ин хотир маъмурияти меҳмонхона бунёди инфраструктури нав ва боғҳоро бароҳ мондаанд. дар ин баробар даҳо ҷойҳои нави корӣ дар мавзеи чилдухтарон барои сокинони маҳаллӣ муҳайё гардидааст. бо таваҷҷӯҳ ва ҳидоятҳои бевоситаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва саҳмгузории шахсони ватандӯст, баъди бунёди роҳи нави мошингард ва дигар инфраструктури сайёҳӣ, чилдухтарон ба як макони ободу зебо ва сайру сайёҳат табдил ёфтааст ки дар ин ҷо ҷиҳати ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ бахусус барои рушди сайёҳии экологӣ имкониятҳои бештар фароҳам мебошад.